سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 31 ماه تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. بازداشت قضای سروزیر برای $320,000. قاهی رسولزاده را کی چپ گرفته است؟ وزارت عدلیه شهباز ابرار را همچون رئیس نو حزب دموکرات اعتراف کرد. 10 سال حکم زندان یک ساکن رشنه پایان برای چند لایک. پسر 15 ساله رئیس بازار یووان یک امسال خود را کورد زده است. یک ملیسه با وعده 2 بلیت حربی از ساکن کون بادام 76,000 سومونی پول گرفته است. و اکنون تفصیلات خبرها. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 9 ماه سال 2024 خبر داد که در نتیجه گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیشیا، مرد 65 ساله ساکن نوحه باباجان غفوروف با گمان صادر نمودن کردار قلابی دستگیر کرده شد. گمان بر شونده سال 2021 با روی فریب به باوری مرد 45 ساله ساکن شهر خوجند درآمده از او یک عدد مغازه چهارآشانه واقع در شهر خوجند که در صاحبیتش بود و همچون گرفت در سپتامبر گذاشته را به مبلغ $500,000 امریکایی نرخ‌گذاری کرده نموده $320,000 امریکایی را از آخرین گرفته مغازه مذکور را به دیگران به فروش برآورده از این حساب قرض کردیت خود را در نزد سپتامبر پوشانیده است و مبلغ از خریدار اول گرفته‌اش را به منفعت خود صرف نموده است. وزارت کارهای داخلی گفت اوید به این حادثه پرونده جنایتی با ماده 247 قسم 4 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان قلابی به مبلغ مخصوصا زیاد کشادند و تفتیشات ادامه دارد. وزارت کارهای داخلی اسم نفر متهم به قلابی را نشر نکرد، ولی رادیوی آزادی روز 3 ماه سال 2024 خبر داد که این نفر با جرم قلابی به مبلغ چند صد هزار دلار دستگیر شده مقیم شوروف قضای سروزیر تاجیکستان قاهی رسولزاده بوده به ضد او روز 8 ماه سال جاری پرونده کشادند و شوروف 65 ساله فعلا در بازداشتگاه شهر خوجند قرار دارد. اکبر شریفی سخنگوی رئاست وزارت کارهای داخلی ولایت سوغد با تصدیق این خبر گفته است اعمال مقیم شوروف بر اساس قسم 4 ماده 247 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان سنجیده می شود و چند سال پیش به باور یک ساکن خوجند درآمده برای فروش مغازه چهارآشیانه $320,000 گرفته است. بعدا اون مغازه را باز به کس دیگر فروخته مبلغ اولی را بازپس نداده است. قسم 4 ماده 247 همچون جزا برای قلابی به مبلغ مخصوصا زیاد جریمه هنگفت و یا از 8 تا 12 سال زندان را پیش بینی می کند. موقع مقیم شروع و یا وکیل مدافعش معلوم نیست. پیوندانش در این باره گپ زدن نخواستند، ولی یک شخص نزدیک به این خانواده در صحبت حضوری به رادیو آزادی گفته است مسئله در جریان حل شوی است. منظورش این بود که ضرر شخص دعواگر به زودی جبران کرده خواهد شد. درباره مقیم شوروف معلومات زیادی در دست نیست. خودش در صفحه‌اش در فیسبوک خود را همچون ختم کرده دانشکده آموزگاری لنین‌آباد به نام کیروف و مدیر شرکت سیایی سپوتنیک معرفی کرده است. پسر او پرویز شوروف شوهر دختر کلونی سروزیر تاجیکستان قاهی رسولزاده نام برده می شود. رسولزاده نیز مثل مقیم شوروف زاده خستیورز دهه اعظم بزرگ نوحه باباجان غفوروف و تمام تاجیکستان است. خبر بازداشت قضای سروزیر در حال رسانه‌ای شد که نام قاهی رسولزاده در روزهای آخر یک باره در رابطه با چند ماجرا ورد زبان مطبوعات شد. از ده تیوی و یک مرکز بین المللی تحقیقاتی کروپسی اخیراً خبر دادند که همسر سروزیر اقبال خان ناظر و در دبی 2 ویلا داشته است که ارزش هر دویش چندین میلیون دلار برآورد می شود. همین طور بر اساس این تحقیقات دختر دیگر سروزیر فرنگیس عظیموف که با ظفر عظیموف پسر سروزیر سابق تاجیکستان یایا عظیموف ازدواج کرده است در همان دبی یک ویلای باز هم گرانبهاتر نرخش $5,400,000 خریده بوده است. افراد نزدیک به سروزیر پی هم رسانه‌ای شدن این ماجراها را معرکه حساب شده و برنامه‌ریزی شده به ضد قاهی رسولزاده می شمارند و بر اینند که کسی به کرسی او چشم طمع دوخته است، وگرنه میگویند آنها در رده‌های بالای حکومت تاجیکستان افرادی هستند که ده‌ها مراتبه از قاهی رسولزاده ثروت و مال و ملک زیادتر دارند. وزارت عدلیه تاجیکستان بعد 20 روز آموزش حجت‌های انجمن 18 غیر نوبتی حزب دموکراتی تاجیکستان شهباز ابرار را رسما
به عنوان رئیس نوی حزب اعتراف کرد. در نامه رسمی که با امضای اسدالله حکیمزاده معاون وزیر عدلیه تاجیکستان روز 31 مای سال 2024 به شهباز ابرار ارسال شده است، از جمله نوشته شده است که طبق پروتکل انجمن غیر نوبتی 18 از 11 مای سال 2024 شما شهباز ابرار رئیس حزب انتخاب شدید. در نامه همچنین نوشته شد که آیین‌نامه حزب دموکرات تاجیکستان در وزارت عدلیه با تغییر و علاوه از نو به قید دولتی گرفته شد. حزب دموکرات تاجیکستان فعالیت خود را طبق آیین‌نامه باید ادامه دهد. اعتراف رسمی شهباز ابرار از جانب وزارت عدلیه در حالی است که سید جعفر عثمانزاده رئیس برکنار شده حزب دموکرات انجمن روز 11 مای برگزار شده را غیر قانونی نامیده از مقامات از جمله از وزارت عدلیه خواسته بود که به این ماجرای نوی برخواسته در داخل حزبش بهای سیاسی بدهند. روز 11 مای در انجمن 18 غیر نوبتی حزب دموکرات تاجیکستان که در دوشنبه در مجلسگاه مهمانخانه کنگور دایر شد، نامزد 3 نفر شهباز ابرار رئیس حزب دموکرات در شهر دوشنبه، عبدالجبار یولداشوف رئیس دموکرات‌های ولایت سوخت و الیاس‌الدین سید جعفروف به رئیسی حزب پیشبری شد، ولی سید جعفروف نامزدیش را پس گرفت و شهباز ابرار با 64 آواز و یک مخالف در مقابل یولداشوف که 8 آواز طرفدار و یک آواز مخالف به دست آورد رئیس نوی حزب دموکرات تاجیکستان انتخاب شد. در همان انجمن احمدشاه کاملزاده معاون اول و زهرا میرزایی و معاون رئیس حزب انتخاب شدند. حزب دموکرات تاجیکستان 2 آگوست سال 1990 از جانب شادمان یوسف تشکیل شده اولین حزب الترناتیوی در برابر حزب حاکم کمونیست در جمهوری بود. این حزب در 34 سال تاریخش چندین تبادلات را پشت سر کرده است. سید جعفر عثمانزاده از انگشت‌شمار وکیلان پارلمان تاجیکستان است که درباره مسائل داغ کشور با جرأت اظهار نظر می‌کرد. عثمانزاده میگوید تا حال نمی‌داند که کدام نیرو و برای چه او را از رهبری حزب دموکرات چپه کرد. بیگمراد خالف ساکن 42 ساله دهه رشنه پایان جماعت شنگ در کنار شهر پنجکند را که برای اشتراک در مراسم دفن برادرش از روسیه آمده بود بازداشت کرده با جرم لایک گذاشتن در زیر مطلب ضد حکومت به 10 سال زندان محکوم کردند. حکم بیگمراد خالف در میانه‌های ماه مای صادر شده است و او را الکی برای ادای حکمش به محبس خوجند انتقال دادند. در این باره روز 3 مای سال 2024 شورجب شوهیمی یکی از فعالان مخالفین که او هم زاده رشنه بوده حالا در اروپا به سر میبرد در صفحه‌اش در فیسبوک خبر داد. مقامات حفظ حقوق پنجکند تا کنون این خبر را شرح ندادند، ولی شورجب شوهیمی روز 31 مای در صحبت با پایگاه خبری بامداد خبر داد که بیگمراد خالف سال 1982 پدر 3 فرزند سالهای زیاد در روسیه، اولها در برناول و سالهای آخر در سنت پتربورگ از حساب استوایی روزگار خانواده‌اش را تامین میکرد. شوهیمی گفت امسال برای خانواده آنها سال خیلی وزنین آمد. یک بار 2 برادرش وفات کردند. او با دلیل در موجودیت کاری بودنش در مراسم دفن برادر اولش اشتراک کردن نتوانست، ولی تقریبا 1 یا 2 ماه پیش وقتی برادر دومش هم درگذشت برگشت تا در مراسم دفن او اشتراک کند. یگان 3 روز بعد نماز جنازه و دفن برادرش او را دستگیر کرده به پنجکند بردند و لکه میانه‌های ماه مای حکمش را برآوردند. 10 سال زندان برای 1 یا 2 لایک در زیر مطلب‌هایی که ضد سیاست پیشوای ملت گفته می‌شوند. بنا به اطلاع شورجب شوهیمی، بیگمراد خالف تنها ساکن رشنه نیست که با جرم لایک در زیر مطلب‌های اپوزیسیونی زندانی می‌شود. سال 2023 2 ساکن دیگر این روستا احمدوف و اینویتوف نیز با چنین جرم محکوم شدند. همین طور افزود شوهیمی باز 2 زاده روشنه پایان را حالا در روسیه با اتهام گویا زیر کدام مطلب به طرفداری از فلسطینی‌ها لایک گذاشتن دستگیر کردند و به آنها نیز خطر اخراج به تاجیکستان و زندانی شدن تهدید می‌کند. مقامات تاجیکستان در سالهای آخر 10 نفر را با اتهام تماشای کانال‌های اپوزیسیونی و لایک گذاشتن در زیر مطلب‌های ضد سیاست حکومت و پیشوای ملت دستگیر و زندانی کردند. برای این مقامات از ماده مشهور 307 و علاوه‌های آن به طور فراوان استفاده می‌برند. حامیان حقوق مقامات تاجیکستان را برای زندانی کردن ساکنان برای تماشا یا لایک گذاشتن در زیر مطلب‌های انتقادی به باد تنقید می‌کشند و می‌گویند انسان نباید برای عقیده‌های سیاسیش محکوم شود.
тамошобинон азиз, ёдовар мешавем خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 3 ماه سال 2024 خبر یک امسالش را کار زدن یک نفر 15 ساله در نویه یوون را تصدیق کرد. قبلا خبر آمده بود که روز 25 ماه سال 2024 در روز زنگ آخرین پسر رئیس بازار نویه یوون یک خواننده مکتب میانه رقم 75 را چند ضرب کار زده است و در پی این حادثه گلشن بلبلزاده مدیر معارف نویه یوون را از مقامش برکنار کردند. وزارت کارهای داخلی گفت نوار در شبکه‌های اجتماعی پنگردیده وابسته به حالت باکورد ضربه زدن یک خواننده مکتب از طرف هم مکتب خود مورد سنجش قرار داده شد. ضمن سنجش معین گردید که روز 25 ماه سال 2024 تقریبا ساعت‌های 12:20 خواننده مکتب میانه رقم 1 نویه یوون نوبالغ ام سال تولدش 2009 ساکن نویه یوون با 3 نفر همسنفانش بعد انجام درس در نزد بنای مکتب رقم 75 نویه یوون با نوبالغ شه سال تولدش 2009 ساکن امین نویه خواننده مؤسسه مذکور واخورده با سبب‌های ناچیز بینشان مناقشه لفظی به میان آمده است. نوبالغ ام اساسیات افباشی ترتیبات جمعیتی را دغلانه ویران نموده با کارد خواجگی به بدن شه 4 مراتب ضربه زده است که در نتیجه نام برده جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. وابسته به حالت مذکور نسبت نوبالغ ام با علامت‌های ماده 237 قسم 3 بند ا کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان با اتهام افباشی پرونده جنایتی آغاز گردیده نسبتش چاره پیشگیری در نمود بحث پیشکی گرفتن تطبیق کرده شده است. وزارت کارهای داخلی گفت تفتیش این پرونده ادامه دارد. بنا به اطلاع وزارت کارهای داخلی وضع سلامتی نوبالغ جبر دیده شه خوب بوده نام برده تحت نظارت طبیبان قرار دارد. افزایش مناقشه‌های بین نوجوانان و جوانان با استفاده از سلاح‌های سرد دیر باز نگرانی جدی مقامات حفظ حقوق تاجیکستان را به بار آورده است. مینیسه دوشنبه سال 2018 در پایتخت عملیات ویژه‌ای را با نام شرطی کرد برو انداخته هر سر چند وقت از بازداشت 10 نفر است که با خود کرد و فینکا و دیگر نفهای سلاح سرد می‌گردانند خبر می‌دهد. بنا به آمار رسمی در نتیجه این چاره‌ها جنایتکاری در بین نوجوانان و جوانان نسبتاً رو به کاهش آورده است، ولی بازم هر سر چند وقت از تاجیکستان درباره مناقشه‌های نوبتی خونین بین نوجوانان و جوانان خبرها به دست می‌رسند. متاسفانه حالت‌های نیزیادند که این مناقشه‌ها با مرگ نوجوان می‌انجامند. اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیای جمهوری تاجیکستان روز 31 ماه سال 2024 از آشکار شدن حالت‌های قلابی کارمندان بلندپایه شعبه خدمات دولتی محافظه شهر کانبادام ولایت سوخت به مبلغ مخصوصاً زیاد 76,000 سامانی یا قریب $7,000 خبر داد. بنا به اطلاع اگنتی ناصروف ام از 18 یولی سال 2023 تا 27 ژانویه سال 2024 در وظیفه سردار نقطه متمرکزانیده شده محافظه شعبه وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در شهر کانبادام کار کرده در دوره فعالیت کاریش دست به جنایت قلابی زده است. مرکز مطبوعات اگنتی در شرح این پرونده گفت چنانچه ناصروف ام قصداً و با مقصد تصرف مال و ملک غیر برای فریب ماه ژانویه سال 2023 به باوری شهروند بیت در آمده از نام برده برای توسط شناسایش آماده کرده دادن بلیط‌های حربی به نام نبیرش بیت و جیانش دت مبلغ 76,000 سامانی طلب نموده در 2 مرحله از بیت این مقدار مبلغ را در حدود شهر کانبادام گرفته به منفعت نام برده یگان عمل را اجرا نکرد. اوید به این حالت نسبت ناصروف ام با ماده 247 قسم 4 بند ب کودش جنایی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده. این پرونده بعد انجام تفتیش پیشکی و تصدیق فکر عیب‌دارکنی برای بررسی به دادگاه فرستاده شده است. خود ناصروف یا ادوکات و یا نزدیکانش برای شرح قضیه دسترس نیستند. به او برای قلابی به مبلغ مخصوصاً زیاد همچون جزا جریمه هنگفت و یا از 8 تا 12 سال زندان تهدید می‌کند. از این پیش روز 13 ماه سال 2024 اگنتی مبارزه با کروپسیا از آشکار شدن یک حالت گرفتاری پوره از طرف کارمند کمیسریات حربی نویه تیمور ملک در جنوب شرق جمهوری خبر داده بود. بنا به این گزارش اسامدینوف
از 27 سپتامبر سال 2021 تا این جانب در وظیفه سردار زیرشعبه قید افسران احتیاطی کمیسریات حربی نویه تیمور ملک کار فعالیت کرده، با ساکن این نویه شهروند وا خورده آگاه گردید که پسر او نیت گذاشتن خدمت حربی در هیئت ذخیره‌های سفربری را دارد. اسومدینوف از حالت مذکور برای گرفتن مبلغ‌های پولی مساعد حسابیده با سوء استفاده از مقام خدمتی برای در هیئت ذخیره‌های سفربری گذاشتن خدمت حربی از جانب نه از پدر آخرین مبلغ 12,000 سومانی طلب نموده. ماه اوگوست سال 2023 در دو حالت از شهروند مبلغ ذکر شده را گرفت. خود اسومدینوف و نزدیکانش برای شرح قضیه دسترس نیستند. وابسته به حالت مذکور نسبت به اسومدینوف بر اساس قسم یکم ماده 391 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان با اتهام سوء استعمال از حاکمیت یا مقام خدمتی پرونده جنایتی آغاز کرده شده، بعد تفتیش پیشکی با تصدیق فکر عیب‌دارکنی برای بررسی به دادگاه سپرده شده است. به اسومدینوف بر اساس این بند قانون همچون جزا و جریمه هنگفت به مبلغ از 250 تا 912 نشان دهنده برای حساب‌ها یا محدود کردن از آزادی به مدت 5 سال تهدید می‌کند. ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان روز 31 ماه سال 2024 درباره یک قصه عاشقانه در شهر کولاب خبر داد که در نهایت با جنگ و جنجال و از قبط پنجم بنا افتیدن معشوقه از مرد عاشقش ناراضی شده است. میلیسیا گفت نواری در شبکه‌های اجتماعی پنگردیده آید به حادثه زنی که از آشیانه پنجم بنا استقامتی در شهر کولاب به پایان افتیده است از طرف پروکراتور شهر کولاب مورد سنجش قرار داده شد و در نتیجه معین گردید که 24 ماه سال 2024 ساعت 11:15 حکایت‌موی رجب علی سال 1999 زاده نویه شمس‌الدین شاهین موفقاً استقامت کننده شهر کولاب از سبب به میان آمدن مناقشه و با مقصد توسط تهدید مایل نمودن به تامین مولوی خود به خانه مرد 38 ساله ساکن شهر کولاب که قبلا با وی رابطه عاشقانه داشت رفته است ولی نمبرده را پیدا نکرده است. سپس با مقصد ترساندن عاشق سابقش حکایت‌موی رجب علی به لب تیریزه راهرو آشیانه پنجم برآمده پای هویش را به قسمت کوچه کشاله کرده به آن مرد زنگ زد و طلب نمود است که به خانه‌اش برگشته با او وا خورد. هنگام گفتگو حکایت‌موی رجب علی ناگهان لغزیده به بالای دالان آشیانه یکم افتیده جراحت وزن جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری شده است. گفته می شود در خبر. وزارت کارهای داخلی افزود در حال حاضر حکایت‌موی رجب علی تحت نظارت طبیبان قرار داشته وضع سلامتی او از طرف متخصصان سوی تندرستی وزن ارزیابی کرده می شود. سنجش حادثه مذکور ادامه دارد. نزدیکان حکایت‌مو و آن مرد عاشق سابقش برای شرح قضیه دسترس نیستند. در ویدیو نشر شده دیده می شود که اطرافیان هم از حکایت‌مو در لب تیریزه ایستاده خواهش می کنند که بی‌عقلی نکند و به جان جوان خود جبر نکند. همچنین دیده می شود که در آخرین لحظه های پیش از افتادن یک مرد کوشش می کند که حکایت‌مو را هنگام افتیدنش از دستانش بدارد ولی زن چنان زود از خبط پنجم بنا سرازیر می شود که او را داشتن نمی تواند. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.